این بچه‌ای که دارین توی تصویر می‌بینید اسمش سام زارعی بود که توی یکی از مدارس غیرانتفاعی شیراز درس می‌خوند که متأسفانه خودکشی کرد. سام 12 ساله یک کار شیطنت آمیزی انجام میده و یک دستنویس توهین آمیز واسه معلمشون مینویسه. این دستنویسه داشته بین بچه‌ها میچرخیده. معلمشون متوجه اون دستنویسه میشه. وقتی که لای کاغذو باز میکنه میبینه که بهش توهین کردن و بهش بد و بیرا گفتن. معلمشون سر بچه‌ها داد میزنه، بهشون میگه که بگید کاری کی بوده. بچه‌ها هیچ صدایی ازشون در نمیاد و طرفو لو نمیدن. تهدیدشون میکنه، بهشون میگه که اگه نگید کاری کی بوده فردا بدترین بلا رو سرتون در میارم. بازم کسی چیزی نمیگه. به بچه‌ها میگه که هر کدومتون شروع کنید یه دستخط برام بنویسید تا تطابق بده با اون دستخطی که ازش نوشتن تا بفهمه کار کی بوده. و متاسفانه متوجه میشن که کار سام زارعی بوده. سام رو میبرن به اتاق معاونت و به مدیر مدرسه توضیح میده که چی شده. سام به مدیر مدرسه و معلمشون التماس میکنه که به باباش هیچی نگن. ولی اون مدیر نامرد و اون معلم نامردش به پدر سام زنگ میزنن و همه چیزو بهش میگن. سام هم که مثل اینکه خیلی از پدرش میترسیده از طبقه سوم خونهشون خودشو پرت میکنه پایین و این بچه متاسفانه فوت میکنه. شما پدر مادرای عزیز چرا فشار زیاد روی بچه‌تون میارید که بچه شما از شدت ترس خودش رو از طبقه سوم پرت کنه پایین؟ پدر و مادرهایی که نمیتونید رفتار مناسب با بچه‌تون داشته باشید لطفاً و خواهشاً هیچ وقت بچه‌دار نشید. برین روی خودتون کار کنید.